بهار گوش کنید. باوری دارید که یگانش پدر سومن نبود؟ متاسفانه آنها نیست. باور کنید اگر او را بینم میشناسم. ما حاضر همشون رو دیدیم، دیگر پدر سومن رو چه خیلی میابی با؟ یا خدایا. پدر سومن. من همه را گفته ایستادم. ما پدر سومن رو چه خیلی میابی من خانم بهار؟ سومن را پدرش. شد فهمیدیم وقتی پدر سومن. کلاس در اینجا چیکار میکنه؟ پدر سومن است همین آدم. پدر سومن همین است؟ خانم بهار شما چی گفتن میخواهید؟ من همین گفته ایستادم. پدر سومن همین آدم است. چه خیلی یعنی پدر سومن همین است؟ بله همین آدم. خانم بهار نمیشود، یعنی ناممکن است. لطفاً ساز بینید خطا کرده. در این کار خطایی هست. یعنی بینید خوبتر بینید لطفاً. یعنی این آدم کجایش به سومن مانند است. سومن دختره که زردینه، چشمانی کبود دارد. با شکل این نگاه کنید عقلتون رو کار فرمایید. جناب لویند پدر سومن همین آدم است گفته ایستادم. خانم بهار شما چی گفتنت رو میدونید؟ بینید چی گفتید؟ بله گفتم. یعنی بسیارتر به مادرش مانند شده است. اقلا کمی باید به پدرش مانند باشد، اما بینید او تماما به سومن مانندی ندارد. اقلا 10% مانندی میداشت. من میگفتم که درست. نه بینیش نه چشمش نه. او را بینیش رنگ دسته بر عموما مانندی نداره با سومن. جناب لویند پدر سومن همین آدم است گفته ایستادم. نه خانم بهار شما خطا کرده ایستاد. این غیر امکان است. خیلی نگویید. یا خدایا با یادم آمد آخر این آدم اوست. چه خیلی یعنی اکنون پدر سومن کلتا کلاس است؟ نفهمیدم. کلتا کلاس گفتی؟ یا خدایا غیر امکان است. ناممکن است. برای چی از بین 6 میلیارد آدم روی زمین کلتا کلاس برآمده؟ جناب لویند کلتا کلاس گفته ایستادید. از برای خدا این چی است؟ کلتا کلاس انا میودم. چی خیلی؟ یعنی شما پدر سومن رو کلتا کلاس میگویید مگر؟ نامش خانم بهار، نام لقبش. گوش کنید خانم بهار. کلتا کلاس باید هرگز نداند که سومن دختری او است. فهمیدید خانم بهار؟ اصلا. شاید دختر رو از در پشت برارن. راهشان رو میگیریم. این دفعه دختری کلتا کلاس رو از دست دادن نمیخوایم. فهمیدید؟ فهمیدید خانم بهار؟ هرگز نباید داند. اصلا. یا خدایا چه نباید داند. تا این زمان شما مگر از من خواهش نکردید که کمک کنم که پدر سومن را یابیم؟ تماما به شما گفته ایستادم که این آدم پدر سومن است. انا آنجا ایستاده است کو؟ ببینید خانم بهار این آدم جنایتکار وزنین است. بسیار خطرناک است. یعنی چه خیلی؟ پلیس این شهر 7 سال است که همین جنایتکار را جستجو دارد. کلتا کلاس.
از راستی؟ کاری نیست که نکرده باشد. راهزنی، دزدی، غارتگری همه کارو کرده است. این خیلی باشد این آدم را چرا دستگیر نمیکنید؟ اینجا ایستاده است کو؟ این شاید مشکلی دیگر است، چون که در دستمان شخصیت او را اثبات میکردگی حجت ها و دلیل ها را نداریم. یعنی این حال چه خیلی یعنی؟ کارتکل از 2 سال پیش برادر دوگانی کش که مرده بود به جای او گذشته است. شناسنامه او را استفاده دارد. ما هم برای همین او را دستگیر کرده نمیتوانیم. بر ضمن کارتکل از دشمن اشدی سقراط میباشد. انا برای همین سقراط سوما را دزدیدن میخواد. خانم بهار انتقام میگیرد. شاید فهمد که سوما نبیرش است و به او ضرر نرساند. این نظر منطق دارد. بله به او ضرر نرساند، اما سومان به دست آنها میافتد. نه اصلا چنین نشود. سومان اصلا در دست سقراط بر این آدم نباید بزرگ شود. این وصیت آخری مادرش بود. این خیلی باشد ما هم موافق این وصیت عمل میکنیم. نمیگذارم که از برای انتقامگیری سقراط و کارتکل سوما را از دست بدهم. سوما را از هر رویش باید دور نگاه داریم. خانم بهار طوری رفتار میکنیم که گویا هیچ چیز نشده است. سوما را گرفته از در پشت میبریم. آرام. 195 196 197 198 199 200 تو حالا هم اینجایی؟ حاضر میروم، ولی بعد از نام شما را گرفتن. رو کوچگرد باز تو هستی؟ میبخشید خانم، من اینها رو جمع میکنم. با پیشت نگاه کن و خیل نمیبینی؟ من خودم میگیرم. وای خانم میلیس، همیونتون رو افتم. مایلش تشکر میکنم. دختر تو کی هستی که از فکرم بیرون نمیشوی؟ چی گپ است؟ با خود بیا. وقتی عاشق شدن از کمال سیاه، حالا انتقام پدرت رو نگرفته ای. در نیمی راه از راه گشتن خوب است مگر؟ احمدی شمشک تو پدری من رو دیوانه کردی. من هم تو رو زده آن همه خیل بسارت زده تو رو دیوانه میکنم. هر جایی که من آرام نباشم هیچ کس آرام بودن نمیتواند. احمد شمشک تو رو سنگی تسبیح کرده توبه گفته ذکر میکنم. پدر مرا جیغ زدی؟ دیوانه ساختکار، دیوانه ساختکار. پدر دامولای حقیقی منم. دامولای ساخته اوست. پدر داملوی ساخته کیست؟ کی میشود دیگر؟ دامولا زیا، گرچه نامی او زیا هم نیست. ساخته است. کلتکیلس است. کلتکیلس؟ پدر چه خیل کلتکیلس ها؟ او آدم مرده است. خدا جزایش رو دیهد. تو فکرش رو نکن. پدر من انتقام تو رو میگیرم. احمد شمشک گفتنی برادر داشته است. او رو میکشم. کلتکیلس نمرده است؟ زنده است؟ کی زنده است پدر؟ دامولای ساخته زنده است. کدام داملوی ساخته؟ زیا. زیا زنده است؟ دامولای حقیقی منم. او ساختکار است. زیا در کجاست؟ چه خیل زنده است؟ او نمرده است؟ نمرده است. استادی ساخته شده اخلاق و دین درس میدهد. او برادری دوگانی کش نیست؟ برادر دوگانی که ساخته است حقیقی نیست. دوگانی که حقیقیش کی است؟ برادری دوگانی که حقیقیش منم.
падар чиҳо мегӯӣ а? سرم او دامولازیا است نمیفهمی تو намефаҳмам падар. بیاکل دیوانه کلک است من تو گفته ایستادم که او نمورده است ساخته است نمورده است دامولازیا падар дар хобат маро ноҳақ мезанӣ. бин ҳам домлозиё мурдааст. ту хоб дида истуда. انشالله خواب میبینن در خواب دروغ گفته نمیشود مشقت است اکنون باور کردی؟ زنده بودن زیای ساختکار رو باور کردی؟ акнун бовар кардам падар. سرم падар интиқоми туро мегирам падар. ту ором хоб кун. салому алейкум ҷанобон. علیکم السلام جوان. شام بخیر کمال. амаки халил хонаи калтакелас дар куҷост? کلتاکیل از میگویی؟ домлои сохтаи шумо зиё ҳаст ку? дар куҷосту? دامولا زیار احمدی شد در قبرستون ای. вай одам ҳамаи шуморо фиреб додааст ку? куҷост хонааш? برادر دوگانی چه میگویی؟ ها бародари дугоникашро. من نمیدانم اما حاضر در خانه نیستن. یک دخترچه خردکر بود. پدری او را جستجو دارند. تا جایی که من میدانم به امنیت رفتند. раҳмат. یا رحمانی خدا راهی سفید. اسبایی چی هست اینجا؟ در حقیقت اسبایی چی باشد؟ به خدا هیچی نفهمیدم. پدری بیچاره کودک را نیفتیم. چی کار کنیم زهرا؟ تو پروا نکن، او را پیدا میکنن. منو نیز نیافتند اما در آخر یافتند که همین خیلی نه همکار. لعنتی من تو را در حال عصبی نشو، آرام باش. خوش باشید. بیا دخترم. وای بسیار دیر شده از ما میرویم اکنون. به خاطر همه اون کارهای کردهتان تشکر میکنم. شام بخیر. شام بخیر. خیر شیرینه. من این دختر رو میشناسم، به فکرم در کجای بسیار دیدم. چیزی گفتی جان؟ نه چیزی نگفتم جانم، هوشم به دیگر طرف بود. ما هم میرویم؟ میرویم ولی من اول یک به حاجت خونه دارم. تمام. ما هم میرویم تا بازدید همکار. ای دیوانه تو با همکارگویی هایت بیزار کردی. دیگر نگوی. آرام باش برادر. ای حاضر تو را هم کمی آرام باش. خیر تا بازدید. خیر. مایلی آشنا. همکار. دیگر به اینجا نهاید. ака духтарро аз дари пушти амният бароварда истоданд. фаҳмидам. аз дари пушт баровардан. роҳашонро мегирем. این ینگای زورا کجا شدن؟ من کار دارم آخی باید خزینه رو یابم. میگردم خطیفتی دیجا. تو و خزینه ات را نیست میکنم شوکت. از کی باز تو خزینه کاو شدی؟ خزینه رو بیام با خود زورا رو میپرتوی تو. این همان است؟ که با؟ این همان است. بچه با چی بلوزد؟ کی بودن یو؟ بچه اینها کی بودن گپ زن؟ آدم های بران را دیدم و فکرم مرا تعقیب دارند. اگر برای سقراط کار کنند مرا به نزد او میبرند.
چی کار میکند وای؟ وقتهای پیش تیز میکشادم. ماشین میدوزد او؟ من به او میگویم که جنایت نکن. او باشد ماشین میدوزد. باز از نزدیک در شعبه امنیت. من حاضر به تو نشان میدهم. تو حالا میبینی زهرا، شرط رو من میبورم. تیرزه هم شدن. من باید چی کار میکردم؟ دوست در آمد! دوست در آمد! دوست در آمده است! دوست در آمده است! هجری! زود! دوست در آمده است! هجری! دوست! در آکوشا! دوست در آمد! دوست! در خانه دوست در آمده است! بیا رفتیم. بسم الله. هاپ نترسید خانم سنم، هیچ کس نبوده است. معلوم که رفته است. آروم باشید مایلش. بین هیچ کس نیست. اما من بسیار میترسم هجری. من امشب در اینجا نمیستم. امشب در خانه تو ایستم نمیشود؟ نه نمیشود. در خانه من ایستادن جایز نیست. اصلا گیره مرا در اینجا تنها گذاشتن جایز نیست. در کشاده بود دخترم. وای داد. صدایت رو شنیده دویده آمدیم. چی شد؟ به خانه دوست در آمد؟ برآمد. یعنی مشکلی نیست. تموم. خالای رقیه خوب که اومدید. خانم سنم از دوست ترسیده تنها ایستاده نمیتواند. در خانه شما ایستاد میشود؟ بله میشود. خدا از شما راضی باشد. سلامت باشد. خانم سنم میتوانید در خانه خالای رقیه ایستید و به شما یاری میرساند. مایلش دفترم رو گیرم. نترسید، هیچ چیز نیست. دوست الکی رفت. رفتیم دخترم به خانه من. خاله جان من نمیترسم. ترسم برآمده رفت. خرج مروید. سلامت باشید. خودت میدونی دخترم. دخترم چرا به اینجا کوچیده آمدی؟ برای هجری مگر؟ چی علاقه دارد؟ چرا برای هجری کوچیده می اومدم من؟ خیر جانم روید. من خواب دارم. خوابم اومد. شما هم خواب دارید. روید خواب مادامی که ترست گذشته است. شبی خوش، خوابی شیرین. به شما هم. اوف. هجری مسخره مردم کردی هجری مرا. خانه رو بیهوده به ترتیب کردم. کی جمع میکند اینها رو؟ من میکنم. کی جمع میکرده است؟ اوف. با راه میانه میرویم. آنها را به دام میافتیم. برادر به فکر تو کدام چقدر خزینه را بکنم اول؟ به خدا اگر یک خزینه را بیا اونکو دیگه مرا شوکت نه شوکت جان گفته پسم میدوی. شوکت دمت را گرفته کمی خاموش باش که آدم های بران را از دست دادیم. ای بچه ما با کجا آمدیم؟
ин ҳамон одам нест магар? ман дар олами рӯҳ мегуфтам ту дар замин будаи ку? ҳой ҳой, ба куҷо меравӣ? истоло интиқоми падарамро аз ту нагирифтам. бачаҳо, ба чархҳои мошин паронед. ба полисҳо тир нарасад, фаҳмидед? сардора, ба чархҳо тир расид. моро ба дом гирифтанд. аз мошин фароед ва пушти мошин пинҳон шавед. хонум Баҳор, илтимос аз мошин нафароед. суманро эҳтиёт кунед. نترس دخترم. نترس دخترم. نترس دخترم. نترس. بیا رویم دخترم. ту ва ту бо ман биёед. ин духтарро ба ман де. Не. ман де мегӯям. дасташро раҳо кун. ман де. яъне ису биё. Не, духтарам, Суман. оре дуро. раҳояш кунед. дасташро дорем. шавкат, инҷо чӣ гап аст? чӣ гап уша? рафтем, садои духтар аз он тараф меояд. дар инҷо чӣ гап аст? ба куҷо меравӣ? аз ман гурехта наметавонӣ. дасташро сарде. ба ман де мегӯям. гирья дуро. сарде. сарде мегӯям. чикор мекунед, а? инҷа биё. бародарам. лозим нест. сарде мегӯям. сарде. ака, калтакиласро ҳам гирифта бо худам обарем. лозим нест. шеф танҳо духтарро мехоҳад. калтакелас худаш давида назди дарамон меояд. биёед рафтем. Суман! раҳояш кунед. кӯмак! Суман! 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 хонум хуб астед? инҷо чӣ гап аст? духтарамро дуздиданд. илтиҷо мекунам, ёриам кунед. хоҳиш мекунам, ягон коре кунед. чӣ? духтаратонро дуздиданд? ба кадом тараф рафтанд? ана он тараф. бо ту баъдан вомехӯрам. аввал духтари ин занро наҷот диҳам.
тирпарониро бас кунед. Ҳама бо мошин савор шавед. Бармегардем. لبای جناب دختر رو گرفتیم. آفرین دختر رو به اینجا بیار. فهمیدم جناب. اکنون وقت انتقام گیری رسید کالتاکیلاس. خانم بهار سومان رو دزدیدن. التماس کاری کنید. از پسشان روید. تعقیبشان کنید. تمام سومان رو پیدا میکنیم. نجات بدیم. گیره نکن خانم بهار. تمام نترسید. سومان رو میوبیم. لوند اینجا چی گپ شد؟ سردارم سومان رو دزدیدن. سومان رو دزدیدن؟ کی دزدید؟ سومن رو دزدیدن. سقراط دزدید. سقراط گفتی؟ سقراط سومن رو چرا میدزدیده است؟ آمد. ای پادگیجه برای میخوام اومد. زیا تو این کارو چه خیل کردی ها؟ از نزد شعبه امنیت ماشین دزدیده رفتی. تو به من قابل داده بودی آخی. جانم گوش کن. یک لحظه ایست. کار این خیل نیست. زیا گوش کن. تو دروغ نگوی به من با چشمان خودم دیدم. ماشین رو ندزدیدم. امانت گرفتم. امانت گرفته است. تو مرا مسخره کرده ایستاده ای؟ شد زورا تمام. آرام شو. سقراط سومن را دزدیده است. چی؟ سقراط سومن را دزدیده است. نبود. من برای همین مجبور شدم که ماشین را گیرم. جانم چرا این را پیشتر به من نگفتی آخر؟ آخر جانم نمیگذاری که گپ زنیم. تمام حاضر وقتی گپ زدنی این نیست. زودتر بیا سومن را یابیم آخر. زودتر. دخترچه رو رها کنید. از این کودک چی میخواهید؟ تو باز کیستی؟ مرا کمالی سیاه میگویند. مرا شناس میشناسد. نمیشناختگی میپرسد. اگر دیرتر شناسد قبرستان مکانش میشود. امید دست و پای این حریف را شکسته برده پاره کردن از این سگ پرتاید. کنی ببینیم کدامت رو زورش به من میرسد.
ака шумо шӯхиро намефаҳмидаед. Чӣ шуд, а? Чӣ шуд? шах шуда монди, бисёр тез шуд, а? бисёр тез шуд, а? бигир, бори дигар иҷро мекунам. ба хотири ту оҳиста ҳаракат мекунам, майлаш? бародар, дар ҳаёт ин корҳо оҳиста намешаванд. чӣ нигоҳ доред? ба сараш парронед, пара пара шавад. ака шумо ҳам шӯхиро намефаҳмидаед. модаратон ба шумо нагуфта буд ки бо силоҳ бозӣ накунед, а? бо як мушт аз ҳуш мераведу вақти гапзанӣ воима мекунед. шоҳдухтар, туро ба назди модарат мебарам. номи ту чӣ аст? Суман. чӣ қадар номи зебо доштаӣ? номи ман Камоли Сиёҳ. аз шиносоӣ бисёр шудам. рафтем, туро ба назди модарат мебарам. биё. рафтем. як лаҳза, ба ту ямон ҳуҷум кардаги Суқрот буд, ҳамихӯни? бале. хуб, вале чаро инро ту ба ман нагуфтӣ, а? ина шумонед, вале Суқрот чаро Суманро медузидааст, яст, на? чунки чунки чӣ? чунки падари Суман монеде ҳозир вақти падари Суман нест. мисли харгӯш рафтор доред. ҳозир бояд Суманро ҷустуҷӯ кунем, сардорам. бале, инҷо коре карда наметавонем. ман ба амният меравам. Суманро меёбем, парво накунед. хайр. мошин дар инҷост. доған ба ту чӣ шуд? ҷаноб, духтарро аз дасти мо гирифта рафт. духтарро ки гирифт? Камоли Сиёҳ гуфтани шахс. Камоли Сиёҳаш боз кист? намедонам ҷаноб, аз пешамон баромада духтарро гирифта рафт. чанд нафар омаданд? танҳо буд. чӣ хел танҳо буд? ҷаноб, ман чунин одам надидам. ӯ ҳамаи силоҳҳоро аз дасти бачаҳо гирифта, мисли сербоз ҳама моро зада духтарро гирифта рафт. мо ҳайрон шудем. маро гӯш кун. он духтарро ба назам наоред, шуморо нишон медиҳам ки сеҳрбоз кӣ аст. ҳамаатонро мекушам. ҳозир полис наомада аз ин ҷо меравем. ман аз ростӣ намефаҳмам. Суқрот чаро Суманро медуздида бошад охир? дарди ӯ ман ҳастам. ман ҳам нафаҳмидам. ҷиноятҳои Суқротро нигоҳ кардам. ӯ ҳаргиз кӯдак намедуздидааст. ин кор бемантиқ аст. خانم بهار اگر خواهید ما با بیرون برویم. خانم بهار ما با بیرون برآمده کمی هوای تازه میگیریم که احوال بهار آنقدر خوب نیست. کنی بیا شو دختر. اوپ تو رو به نزدی مادرت میبرم. میروه مامایکی کمالی سیاه. من صدقه زبانی کمالی سیاه گوی تو شوم دختر جان. اکنون باید داند جناب لیویت. آخر دختری او هست. کودک زیر خطر است. خانم بهار خواهش میکنیم خیلی نگوییم. ما با شما چی زده بودیم؟
سومان دخترم یک تویم. سومان دختر جانی من. سومان جانم خوب هستی؟ خوب هستی؟ سومان جان چی خیلی هستی جانم؟ تو از دست آدم های بچه خیلی نجات یافتی؟ این نمک ما رو نجات داد. در حقیقت تشکری زیاد، دخترم رو نجات دادید. همیشه در خدمت مظلومان هستیم خانم. سلامت باشید. کمالی سیاه، تو کی از محبس بر اومدی؟ کمیسرم نو بر اومدم. وای آدم ها کی هستن؟ از دخترچه چی میخواهن؟ تو سومان رو از کجا یافتی؟ وقتی که از پشت این ساختکار بودم با این حادثه روبرو شدم. وای آدم ها رو تعقیب کردم. تو کی را ساختکار گفته ایستاده ای؟ تو صبر کن، نوبت به تو هم میرسد. آنها رو تو یک انبار کهنه کوچه کولی مزار تعقیب کردم. همه‌شون رو زده دخترچه رو گرفته اومدن. یگان تو اشو می آوردی سوال و جواب میکردی. کمیسر با کارهای سوال و جواب شما عادت نکردم. مقصدم دخترچه رو نجات دادن بود، دیگرش رو نمیدونم. لونت انیق گریختند ولی برای احتیاط به اونجا یگان گروه روان کنه. البته سردارم وزیر. بعدا وقتی رفتن یک دو یاری تجلی هم روان کنید. معلوم سخت لطو کوبشون کردن. با تو بعدا صحبت میکنم. اینجا مکانی موافق نیست. با رفیق پالیسون مشکل ایجاد نمیکنه. در عوض عقل پدرم عقلت را میگیرم. فهمیدی کلتکل است؟ چه خیل کلتکل است؟ تو چی ها گفته ایستاده ای؟ بس کن این دور خورا. در ردری من هستی. با سرعتی بلند گذاشتی. جزایت را میدیم. مرا گوش کن. تو با دوست داشته ای من این خیلی گپ زدن نمیتوانی، فهمیدی؟ اوف زهرا اینجا بیا، اهمیت نده. دوست داشته گفتی؟ با یک دیگرتون بسیار میزیبید. خرگوش و گرگ. گوش کن، کسی دوست داشته ای مرا خرگوش گفته نمیتواند عقلت را کار فرما. تو خرگوش هستی، او گرگ. چی ها میگوید او؟ یک متفیلم است که وقتی کودکی تماشا میکردم گرگ و خرگوش همونجا میگویند کو نوپگدی. لونت حالا هم کودک هستی جانم. مرا بین، اگر سومن را نجات نمیدادی زده بینیت را مجق میکردم. تو اگر مشت زنی جایش رو تبابت میکنند. من مشت زنم در قبرستان بالای قبرت خاک میپرتویند. آیسته آیسته کمالی سیاه، کاری تو تمام شد. اکنون بر آمده رفت. با تو بعد وا میخوریم. اگر به خونه مار دروی تو رو از اونجا میبرانم. قرار تام که میغرم شد. خانم بانو لطفا خواهش میکنم مرا گوش کنید. جناب کانون لطفا اکنون مرا رها کنید. من با شما دیگر گپی ندارم. بسیار خواهش میکنم لطفا همش رو میفهمونم. خواهش میکنم. کم مانده است بانو جان، صبر کن. کم مانده است. خزینه تو از آن من میشوید. اوف جناب کانون اوف. خانم بانو لطفا معذرتم را قبول کنید. جانی بانو جان جانی، تو برای شوکت جینجانی با برو من نریزونی. آه خدایا چه خیلی دختر بوده است. دنیای مرا دیگر کرد. اما دختری با غیرت بوده است. تماما مرا نگاه نکرد. اینجا چی میکنی؟ اوه پدر این چی سر و لباس است؟ چیکار کرده سر لباسم؟ با خدا بسیار خوب می نمایی. من دایم خوب می نمایم. جنتلمنم من. پدر از برای خدا چه خیلی جنتلمن. تو آدم دین شناس هستی. دین شناس؟ دین شناس هستی؟ وای
нафаре ки пайрави динаш аст. دیندار دلشناس نه دیندار تو این گپ ها رو یک سو گذارو اینجا چی میکوبی؟ маро як су гузор худат инҷо чӣ мекӯбӣ من هم همین رو پرسیدنیم که اینجا چی میکوبی؟ падар вай میلیس جانم همهاش رو نوشته گرفتی ها؟ چیز کنی گپ زن تو زبانت رو خوردی؟ اینجا چیکار داری؟ با کجا نگاه داری؟ خوب جانم آخر برای من گفتم که بعضا فراموش میکنی تو کیستان زن؟ کدوم زن падар انا آن را میگویم چشم سیاه موی سیاه لبهایش مثل آهو سمی падар чӣ кор мекунӣ کجا شدی تو؟ آمدم اومای زیباترین زیباها با لذتترینی با لذتها شیرین ترینی شیرین ها با من نامتان رو گوید خانم خواهش میکنم چی گپ است؟ این دیوانه است؟ падар чӣ кор мекунӣ айб аст биё равем биё در عشق عیب نیست ها خدا پناه دهد شما چه ها میگویید؟ عشق گفته ایستادم از همه بلندترین حسیات عشق را گفته ایستادم خانم падар чӣ кор мекунӣ вай бахшиш хонум падарам ҳиссиёташро дар бораи ишқи умумӣ баён кард яъне ба шумо робитай надорад лутфан бубахшед تو کودک در بین دو کبوتری عاشق نداره خانم زیبا مرا خوب فهمیدند صدای دل مرا میشنوید با خدا که دیوانه است کافیست اکنون کافیست زود پدرت رو گرفته از اینجا رو хуб хонум мелис рафтем برادر عزیز بگیر این پدری دیوانت رو از اینجا زودتر ту нисбати падари ман чӣ хел гап зада истодаӣ ай чӣ гап аст чӣ кор мекунӣ чӣ кор мекунӣ бас будагисте лутфан равед аз инҷо биё рафтем хона даро модарҷон ба худо ки девона аст девона падар чӣ кор карда истодаӣ ман ошиқи духтари ин занам ту бошӣ ба модараш часпидӣ ай бас охир ин хел намешавад با من چی؟ دوست داشتی؟ از من پرسیدی؟ دیگر کس را دوست می داشتی؟ رفته دیگر دختر یاب аз барои худо ба худ биё آدم پدرش را به خود بیا نمیگوید من این زن را میخواهم فهمیدی؟ برایم این زن را خواستگاری کن اگر این زن را برایم ندهی حق پدریم را به تو حلال نمیکنم فهمیدی؟ بس استه از تنهایی بیزار شدم тамом падарҷон рафтем шарманда кардем биё рафтем چشمانش مثل چشمانی آهو рафтем қурбонаш چشمانی آهو چشمانی آهو рафтем бисёр хуб худашам мисли обу خوش بچه ها خداوند بزرگ آفریدگاری تمام مخلوق جاندار و بیجانی روی زمین است سنگ ها، بحر ها، چی میدانم گل هایی در روی کوه ها، درخت ها، حیوان ها همین خیلی برای همین در درسی امروزه همون همین را میگذاریم بچه ها انسان هم از جمله آفریده های آفریدگار یعنی مخلوق است اما به خاطر عقل و شعور داشتنش از دیگر مخلوق ها فرق کرده نزد پروردگار جایگاه خاصی دارد همین خیلی نه بچه ها برای همین مثلا فکر کنید اگر ما هممون حیوان می شدیم حیوان چی گم است؟ بفرمایید اینجا سیرک است یا سیمفست خودش چی گپ است؟ جنابی وکیل معذرت میخواهم من هم نفهمیدم این چه شد در مکتبمون اولین بار این کار میشود من هم حیران شدم استاد احمد اینجا چی گپ است جناب بیکر از وزارت معارف آمده است به این شرمندگی چه جواب میده مطمئنم که حتما برای این شرمندگی یگان دلیل داره مرحمت شما را گوش میکنم جناب این درس به طلبه ها درباره موقع خاص انسان در نزد خداوند را فهمانیده ایستاده بودم درس را عملی نشان دادن خواستم مثلا چه خیلی فهمانم به شما فکر کرده ایستادم مثال جنید شاگرد ما نقاب گاو را پوشیده است همین خیلی نه کنی یک صدای گاو برار پسرم خیلی استاد
پسرم گاو آخر گاوی شیرده بره زود باش. ما گاوجان شیرده گفتم. این خیلی نمی شود کمی درستر. ما آفرین. چه خیلی که مشاهده کردید او گاو شد. باز رفیقی که در برش نقاب میمون را پوشیده است. آرتیق جان یک بار صدای میمون را میبراری؟ پسرم این مثل صدای ترنه است. صدای میمون گفته ایستادم. میمون. استاد میمون چه صدا میبراره؟ با صدای حرفی او میبراریم. لبهایت را به پیش برار. برآوردی. با بیرون و درون نفس کش پسرم. جناب چه خیلی که دیدید در حال طلبه ها میفهمند و آن صدا را میبرارند. شخصا من خودم به بچه ها نقاب ها را با شکل های حیوان ها تقسیم کردم که خودشان را به جای حیوان ها گذاشته انسان بودنشان را بهتر و خوبتر فهمند جناب. خدا می توانست که ما را نیز حیوان آفرد. همین خیلی جناب. اما ما را در روی زمین از همه دیده بالا و با شرف آفرید. جناب برای فهمیدن خوب را از بد، راست را از دروغ به ما عقل داد. چقدر که شکر گوییم کم است. همین خیلی نه بچه ها؟ بله درست. اینقدر متد خوب بوده است. این متد را در همه مکتب ها جاری کردن لازم. اکنون از نظریه دست کشیده به عملی گذاشتن لازم. استاد ما با شما خلل نمیرسانیم. ممنون استاد. برای کار با شما. روز بخیر استاد. سلامت باشید. زود نقاب هایتان را کشید. استاد با خود زود فهموندید اونها رو. همین خیلی نه جانه؟ تو نکش پسرم. نقابت ایستد به تو میزیبد. گاوی شیرده بری. یا خدای من از خانم بانو چخیل معذرت میپرسم. چی کار کنم من آخره؟ اکه کانون در اصل من یک فکر عجایبی دارم اکا. چی بوده است؟ فردا صبحی بر وقت در آزمون زیبا صنم اشتراک کرده برای تو یک عروسی زیبا میابم اکا. چیل فهمیدی اکا؟ بله مردت تعیین شی. آفرین با تو. آبی بیشوق حیوان های چشم من غیر از خانم بانو کسی دیگری را نمیبیند. به عقل ها گوه های تپه تیار. ای از نظرم روید گم شوید. با کسی که زیبا صنم میرفتند اینش نمیرسید. من خانم بانو رو میخواهم. من با خانم بانو یک جای بودن میخواهم. تشکری زیاد. همه تورتو رو گرفتیم ملیس جان. ای چیکار کنم سمی جان؟ مادرم سپارش داد. ایستا زنگ زنم یگان چیزی دیگر میخواد. مگر یگان چیزی دیگر هم هست؟ شیرینی نه جانم باز یگان چیزی دیگر. همه اینها رو این زن چیکار میکرده باشد؟ تلفنم کجا شده باشد؟ آچا جان رو میگویم همه اینها رو چیکار؟ نمیدونم تلفنم کجا شده باشد. ای برادر همه رو جزیر کردی. ما نخواد چنین دختر زیبا با همه خونگرو باشد. سمی از برای خدا با اینها کردار مباش. مباش. یک لحظه. دختری که در بر من باشد هیچ کس او رو گپ دادن نمیتواند. سمی صبر کن. جانم آروم باش. اینها رو بگیر. با من گوش کن شیر بچه. اجل شما اومده است. مردن میخواهید چی ها؟ یا خدا. سمی رهایش کنید. سمی چی گپ است اینجا؟ کمالی سیا. کسی به خانم میل زبان درازی کند زبانش رو از حلق میبرم. کسی دست دراز کند دستش رو میشکنم. رفته
рафтем самиҷон. казед гум шавед. دیدی چی خیلی آنها را زدنی بودم ولی از پشت تو شده آنها را از دست دادم. نه شغال برادر آنها مرا زدنی بودن تو چرا بینیت رو خلانیدی با من بگو. اگر تو خالتچه کنی نرخش رو من میگذارم. اینجا مکانی من است. این کمال سبسیا از پس میلیس است. اگر با میلیس خاندار نشوم میراث رو دیگر من صاحبی کردن نمیتوانم. شما چی خیلی هستید خانم میلیس؟ با تو چی؟ راهگرد میرویم پیش در رو. رفتیم جانم. خانم میلیس چون این رفتار این دختر باز هم زیادتر دل مرا میبرد. در نهایت تو را خواهم گرفت. گوش کن زیو میخواهم به من قبل دهی که از پس سقراط شده او را جستجو نمیکنی. این کاری پلیس است بگذار آنها کنن. تمام جانم قول میدهم. بخشی زهرا تا آن آدم را یافته نکشم ما خوشبخت شده نمیتوانیم. دزدیدن سومن از طرف سقراط به تو یگان رابطه ندارد همیخیلی؟ نه جانم با من چی رابطه ای دارد؟ نمیدونم شاید با پدری سومن یگان علاقه داشته باشد. ممکن که با پدری او یگان داد و گرفت دارد. با آدم مرده چی داد و گرفت داشته باشد؟ مرده است؟ پیش از اینجا اومدن با لیوین صحبت داشتم. شخصیت پدری سومن را پیدا و معین کرده بودند و فهمیدم که مرده است بیچاره. با خدا زیخ شدم چی گویم نمیدانم. خدا رحمتش کنه. آمین. من باید با مکتب روم. رفت جانم. خیر تا بازدید. درسای خوب. رحمت. مکتب می روم گفته به زهرا دروغ گفتم مرا ببخشد. سقراط سومن را چرا دزدیده است فهمیدن لازم. مادرش انیق یگان چیز را می داند. کنی رفتی. اوه سنم جان خوش آمدی. ایست نشین. از اینجا راست به میدان می روی. چی میگوی؟ بسیار شیرین هستی. اگر قبول کنی که شرط رو باخته البته که می رویم جانم. ای سنم جان به محل هجری کوچی درفتی فکر کردی در حال او رو به دام می افتانی؟ علاقه افتاندم جانم. چون که دیشب در خانه هجری ایستادم. چی؟ بله به خانم دوست در آمد. هجری آمده مرا نجات داد. بعداً دید که من بسیار میترسم مرا تنها گذاشتن نخواست. یعنی چه خیلی که فهمیدی دیشب در خانه هجری ایستادم. سنم میگویم شاید خوب دیده باشی چون که هجری در حیاتش با تو در یک خانه نمی ایستد. چرا نمی ایستاده بود است؟ جایز نیست سنم جان جایز نیست. غیر از این هجری رو همه ما میشناسیم. با این خیل دروغ خودت رو مسخره مردم نکن. خیز رفتیم با میدان هنگس بزن من مزه کرده تماشا میکنم. تمام 2 هفته پس در کوچه مرکزی وا میخوریم کی باید هنگ زند خواهیم دید زورو جان. عصبی شدیم؟ خوب من میروم تو بازدید. تو بازدید. جایز بودن یا نبودنش رو خواهیم دید زورو. کسی آمدن مرا ندید به فکرم بسیار زور شد. بلانی گاز پردای قیمتی گاز بود بایره گاز خریدیم. بچه قبول بزیم دوره
мурдани канъон ба ҳамаатон муборак. ё худоям, ой худоҷон, ё худоё, дар хона нестанда? салом. салом. каме суҳбат карда метавонем? ман як чизро нафаҳмидам. суқрот бар ин одам суманро чаро медузидааст? намедонам, яъне ман аз куҷо медонам ки ман шуморо дар куҷое дидам? не, яъне фикр намекунам. шумо як лаҳза, шумо дугонаи Тучен ҳастед? не, яъне то ин замон ягон дугонаи бо номи Тучен надоштам. ба фикрам маро бо касе монанд кардед. ин зан аз ман чизеро пинҳон медорад. боз мебинем. куҷо шуд ин бадбахт? тамом фаҳмидам. шомҳо мехӯрем. хайр, то боздид. ҳайф бод бар ту боно. ин корро барои наҷоти ту кардам. чӣ хуб мешуд ки амура ман мекуштам. ман барои ишқамон кӯшиш дорам, ту бош чӣ кор мекунӣ? газро кушода мондам. ивача и газ майдаак буд оз тамом шуд. балони газ майда буд тамом нашава, рафта ӯро маҳкам кунам. и бадбахт кай мебоям маълум нест. таъди қабул безегора محکم شو خیلی یاری تجریه یاری تجریه دکتر این چی شد؟ آب رو بیاره زودتر. آب رو بیاره. بچه بخواه مور
گوش کنی خزینه را باید که ما بیاوم نباشه بانو از دست میروه نصیب باشه همین خزینه را میوم 70 تلخ میگیرم میرم بانو را از دست کنعان میگیرم شوکت قهرمان میشیم سوپرمن به خدا خزینه را افتان در کار یا بسم الله این تونلی دراز بوده ای انیق خزینه در آخر همین تونله کنعان کپت دود کرد تو هم زیو نیستی؟ براتشکه پای زندگی چه؟ تو بیا بریم شهر بچه های غریب کی هم رو دیسته؟ برادرو آرزونه عمل کنین عمل چی میفرمایید؟ اپیتیتو حسیبچه های با لذت اپیتیتو بوی فورم اپیتیتو حسیبچه های بهتری سروغای ما شهر دوشنبه بازار فراوان مغازه رقم 11 تلفن ها برای تماس 909 22 77 00 901 88 0007